کلنگزنی یک رویا و آغاز عملیات اجرایی طرحی که سالها در پیچ و خم گیرودارهای اداری و اختلافات لغوی مسکوت مانده بود. الحمدلله جزء پروژه‌های ملی کشور قلمداد شده. 8 سال قبل طرح مترو اسلامشهر در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شد و ردیف بودجه مستقل نیز گرفت، اما تا سالها در همین مرحله باقی ماند. برنامه‌هایی که ما در شورای عالی ترافیک به جد داریم دنبال می‌کنیم هم نقل ریلی هست. حالا نه تنها هم نقل ریلی در اون شهری، اتصال شهرهای پیرامونی و هم نقل ریلی هومه هم برامون بسیار مهم هست. از قرار معلوم هنگام تصویب این طرح شهرداری تهران مسئول اجرای آن تعیین شده بود، غافل از آن که این شهرداری نمیتواند خارج از محدوده شهر تهران هزینه کند. از روزی که ریاست محترم سازمان برنامه بودجه پیشنهاد رو به هیئت وزیران برای تغییر دستگاه‌های اجرایی مترو اسلامشهر از شهرداری تهران به شهرداری اسلامشهر دادن، پس از 5 روز در هیئت وزیران به تصویب رسید. حالا پس از سالها مطالبه مردم و پیگیری مسئولان شهرستان و نمایندگان مجلس به نظر میرسد ترمز طرح مترو اسلامشهر رها شد، اجرا به حرکت درآمده است. این پروژه کیلومتر 10.5 کیلومتر هستش، حدود 450 میلیارد تومان مبلغ ریالیش هستش که در مدت 36 ماه بناست که انشالله به بهره برداری برسه. تقریبا از انتهای خط سوم در نزدیک آزادراه آزادگان شروع کار هست و تا منطقه اسلامشهر ادامه داره. حال باید منتظر ماند و دید بعد از 3 سال مردم اسلامشهر از این مکان یعنی میدان نما سوار مترو خواهند شد یا باز باید برای استفاده از مترو به ایستگاه آزادگان بروند. جلال جوادی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلامشهر.